چند روز پیش یک گروه جوانان بیناموس که در نزد سفارت امریکا و اروپا در نزد سفارت آلمان جمع آمدن و به خاطر استرداد کردن محیدین کبیری، به خاطر استرداد کردن دادا جان طالب، به خاطر استرداد کردن عبدالملک عبدالله سخن گفتن. این مرگ به این گونه جوانان، مرگ به این گونه شهروندانی که این گونه شخصان بزرگ طلب دارن استرداد ویارا. ما شما را شهروند تاجیکستان نمیشمارم. مرگ به شما واری مسلمان. وقتی شما را تا سن 18 ساله به مسجد من کردن، برای چی یک بار تظاهرات نکردین؟ برای چی یک بار پیش سفارت های تاجیکستان نرفتین؟ پیش کنسولگرایی های تاجیکستان در دیگر دولت ها نرفتین؟ برای چی اون پیش حکومت نرفتین؟ مرگ به شما واری جوان مرد، مرگ شما واری جوان مرد. من شما را شهروند تاجیکستان حساب نمیکنم.